چی؟ پتو رو باید بشوریم؟ خب ملافه چی؟ یه دونه ملافه هست من امشب بندازم روم بخوابم. یا یه چادر هم باشه من خوابم میره. واقعا بدون هیچ چیزی من خوابم نمیره. اگه شما هم این ویدیو رو درک کردین بیاین تا 2 تا از مهمترین علتاشو از نظر روانشناسی بهتون بگم. طبق دیدگاه ماهلر ما وقتی که بچه‌تر هستیم یه جسم انتقالی رو با خودمون این طرف و اون طرف میبریم که احساس امنیت به ما بده. اون جسم انتقالی میتونه عروسک ما باشه و بعد که ما بزرگتر میشیم عروسک رو به پتو تبدیل میکنیم و باعث میشه که از پتو یه احساس امنیت و آرامشی بگیریم و حتی اون فضای محدودش ما رو به رحم مادر انگاری که برمیگردونه. مورد دوم اون دسته از افرادی هستن که هر موقع میخواستن بخوابن از بچگی یا همین الان با خودشون میگن که باید یه پتو باشه یا یه چیزی حتما باید روی سرم بکشم تا خوابم ببره. اینها دیگه به پتو و وجود اون شرطی شدن و وقتی که پتو نباشه انگاری که خوابی هم برای اونا وجود نداره. اگه شما دلایلی که این کار رو انجام میدین غیر از این 2 مورد بوده برامون توی کامنت ها بنویسین.